حدود 15 نفر از کارمندان میدانهای کشت شیره کمال که با شرکت معروف فراز همکاری دارند پس از تجمع در نزد این شرکت روز 29 اپریل از طرف کارمندان ملیسه های ناحیه های دنغره، شهر دوشنبه و شهر ترسونزاده بازداشت شدند و طی 3 روز می شود که در بازداشتگاه این ناحیه‌ها نگهداری می شوند. رضوان سالیف یکی از نفری که پدرش در بازداشتگاه است میگوید که طی 3 روز می شود که نمیتواند از حال پدرش آگاه شود. وی میگوید که طی این چند روز تنها توانسته است که غذا بیارد و وارد کند، ولی با آنها میگن که ما اصلا هیچ چیز نمیدونیم و آنها را اجازه وارد شدن نمیمونند. در نسبت این بازداشت شده ها در ناحیه دنغره که پس از یک شبانه روز آزاد شدند و هم در نسبت بازداشت شده هایی که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نگهداری میشن و هم در شهر ترسونزاده با ماده 479 کودکس مأموری تاجیکستان یعنی اطاعت نکردن به امر کارمند ملیسه اعلان کردند و مجازات اون هم 3 نشان دهنده یعنی برابر به 150 سامانی بوده و یا اینکه 15 شبانه روز نگاه داشتن در بازداشتگاه موقتی می باشد. باید گفت که در این تجمعی که روز 29 کارمندان میدانهای کشت شیره کمال جمع آمده بودند تنها میخواستند که مسئله حق الزحمه اونها و هم یعنی که گفته می شود مزد کاری اونها حل و فصل شود، زیرا آنها در برابر آنکه با 2 شرکت افغانی قرارداد دارند همچنین با شرکت معروف فراز نیز سازشنامه به امضا دارند و در عوض این حق الزحمه خود را دریافت میکنند. اما طبع کارگران این میدانهای کشت شیره کمال میگویند مشکل اصلی آنها با شرکت فراز نبوده، بلکه آنها میخوان که از طرف 2 شرکت افغانی که در نسبت اینها اندک سرد مناسبت میکند این مسئله را در میان گذارند، زیرا 2 شرکت افغانی برای یک شهروند افغان که حدودی 4000 نفر در میدانهای کشت تاجیکستان کار میکنند برای یک سال 5000 یا 6000 دلار پرداخت میکنند، ولی برای شهروندان تاجیکستان به این اندازه یعنی که حق گذاری نمی شود و محض این چیز آنها را به پای بینای شرکت معروف فراز کشانید و تا حال حاضر آنها پاسخ دریافت نکردند و تصمیم دارند که به عنوان پرزیدنت تاجیکستان و هم به عنوان رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان آزاد رحمان نامه پیشنهاد کنند و درخواست کنند که یک کمیسیون خاص تأسیس داده شود تا اینکه این مسئله را از زیر بنای آن تا به وضع حال حاضر بررسی کنند و نتیجه گیری کنند تا اینکه به این مشکل که این بار اول نیست پایان داده شود. در حال حاضر در تاجیکستان در 11 ناحیه میدانهای کشت شیره کمال وجود دارد که در 6 تای این میدان حدود 5-6 هزار افغان ها کار میکنند و در 3-4 تای حدودی تا 2000 نفر شهروندان تاجیکستان زندگیشون از حساب یعنی مزد کارشون پیش میبرند. همه آنها منتظر هستند که هر چه زودتر به این مشکلات پایان داده شود تا اینکه آنها کارشون به نظم و به ترتیب پیش برند. آنها میگن که از روسیه رفتن دست کشیدن و با امیدی در کار کردن در همین میدانهای کشت شیره کمال هستند. شیره کمال یکی از رستنی‌های پربها و طبی به شمار می رود که طی چند سال است که در تاجیکستان پرورش کرده می شود.